یه روز مولا نصرالدین برای تعمیر پشت بوم خونش مجبور شد مساله ساختمونی رو پشت الاغ بار کنه و بالای پشت بوم ببره. الاغم به سختی از پله‌ها بالا رفت. مولا مساله ساختمونی رو از دوش الاغ برداشت و الاغ رو به طرف پایین هدایت کرد. مولا نمیدونست که خر از پله بالا میره ولی به هیچ وجه از پله پایین نمیاد. هر کاری کرد الاغ از پله پایین نیومد. مولا الاغ رو رها کرد و به خونه اومد که استراحت کنه. همون لحظه دید که الاغ داره روی پشت بوم بالا و پایین میپره. رفت که الاغ رو آروم کنه اما موفق نشد. برگشت و بعد مدتی متوجه شد که سقف اتاق خراب شده. پاهای الاغ از سقف آویزون شده. بالاخره الاغ از سقف افتاد زمین و مرد. مولا نصرالدین گفت لعنت به من که نمیدونستم. اگه خری به جایگاه رفیع و پست مهمی برسه همونجا رو خراب میکنه هم خودشو میکشه. اینجاست که میگن کار دشواریه پایین آوردن خری که به مکانی رسیده که جایگاهش نیست. حکایت خیلی است. میگه من از بیقدری خار سر دیوار دانستم که ناکس کس نمیگردد از این بالا نشینی ها.